سلام کوچولوی عزیز، خوش اومدی به دنیای آرامش. امشب قراره با هم یه سفر جادویی به یه جنگل قشنگ بریم، یه جایی که توش پر از نورهای درخشان، پرنده های کوچولو و یه دوست جدیده. چشاتو ببند، یه نفس عمیق بکش و آماده شو که ماجراجوییمون رو شروع کنیم. تصور کن توی جنگل جادویی هستی، درخت‌های بلند که برگاشون آروم تکون میخورن، یه نور نرم و طلایی همه جا رو روشن کرده. هوا خیلی خنک و دلنشینه، یه بوی خوب از گل‌های آبی به مشامت میرسه. تو آروم آروم قدم میزنی و حس میکنی خیلی سبکی، خیلی آرومی. اوه، یه دوست کوچولو حالا کنارت نشسته، یه خرگوش پشمالوی سفید. اون با چشمای درخشانش بهت نگاه میکنه و آروم لبخند میزنه. یا با هم نفس بکشیم، این کار خیلی آرومت میکنه. حالا مثل خرگوش یه نفس عمیق بکش. 1، 2، 3. نفست رو تو دلت نگه دار. حالا آروم از دهنت بیرون بده. آفرین. یه بار دیگه نفس بکش، بزرگترین نفسی که امروز کشیدی. هوا رو حس کن که وارد بدن قشنگت میشه. حالا کم کم بیرون بده. عالیه، تو خیلی خوب انجامش دادی. حالا تو خرگوش کوچولو کنار یه برکه نشستین. آب برکه مثل آینه آروم و شفافه. میتونی توی آب تصویر ستاره ها رو ببینی؟ خیلی قشنگه، مگه نه؟ یه باد ملایم میوزه، برگ های درخت ها آروم زمزمه میکنن و تو حس میکنی خیلی سبکی. بدنت رها شده، دیگه هیچ فکری تو سرت نیست، فقط آرامش و آرامش و آرامش. خرگوش کوچولو خمیازه میکشه، انگار دیگه وقت خوابه. حالا تو هم آروم چشاتو ببند، احساس کن روی یه ابر نرم و سفید دراز کشیدی. بدنت سبک و آرومه. حالا هر وقت آروم بودی میتونی کم کم به تختت برگردی و یه خواب آروم داشته باشی. مرسی که امشب با ما توی این ماجراجویی بودی. حالا دیگه وقت خوابه. آروم باش و یه خواب شیرین ببین. اگه دوست داشتی میتونی فردا شب دوباره بیای پیشمون. شبت بخیر فرزند آگاه من.